محصولات وطنی سیب، انجیر، زردالو، شفتالو، آلو. محصولات ما از محصولات خارجی خیلی فرقیت میکنه. بعضی محصولات خارجی 1 کیلوش 45 سومونه. محصولات ما سیب تاجیکستان 15 سومون کیلوش. بهترین سیبی که وطنی خودمون. مردم از روزی که سیبی وطنی خودمون برآمده خارجی دیگه هیچ کس نمیخرد. لذت با مزگیش لذتش از سیبی خارجی خیلی فرقیت میکنه و دسترسش از خیلی از دیگر محصولات خیلی با مزه و با لذت هستند. پخت‌وپزهایی هست که می توانیم از بجای شکر استفاده بریم، لیکن وی رو نمیپذیم. یک نمودی دیگه هست پخت‌وپز، همه میدونند موسوی تورت ها هست. در آنجا ما ژلاتین استفاده میبریم که ژلاتین بجای خمیر میشد. میتونیم در درون همون موسوی تورت ها اندازیم عسل، میتونیم کلوبنیکا اندازیم، میتونیم آلوچای از خودمون استحصال وطنی از وی خودمون. لیکن در دیگه دولت ها در مسکو در امریکا уже شکر رو از بین بردن. امروزها البته یعنی آغازی گویم فصل تابستان است و در آغاز این فصل البته پخته رسیدن و در بازارها یعنی پیدا شدن محصولات های مخصوصا میوگی، میوجات ها، محصولات های پولیزی، زیرات های پولیزی و در عموم میوه و سبزیجات تر تازه وطنی دسترس می شود برای هر یک شهروند. فکر میکنم رو آوردن به استعمال این نوع محصولات ها یکی از واسطه های مهمترین سالم نگاه داشتن سلامتی خود هر یک شخص به حساب رفته. البته با این رو انسان میتواند ارگانیسم خود رو از پیشگیری یک قطار بیماری‌های چه سیرایتی یا چه غیر سیرایتی مساعدت نماید.